این بسیار خطرناک است، تکان دهنده است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود به دروازه جهنم استاد شدم، فرأیت اکثر اهلها النساء، دیدم که اکثر اهل جهنم زنان هستند. من و تو دوست داریم که مادر ما بسوزه؟ من و تو دوست داریم که دختر ما بسوزه، خواهر ما بسوزه؟ چرا توجه نمی کنیم؟ چرا دل ما با حال خواهر ما نمی سوزد؟ چرا قلب ما با حال مادر ما نمی سوزد؟ چرا قلب ما با حال دختر ما نمی سوزد؟ چرا به راحتی دختر ما نماز را ترک می کند؟ چرا به راحتی خواهر ما حجاب را ترک می کند؟ من گفتم حجاب مال امارت نیست، مال امارت اسلامی نیست، حجاب مال خداست. الله فرمود حجاب بکن ای خواهر، الله دستور میدهد حجاب بکن. حجاب مال الله است، نه مال امارت، که امارت ما را کار ندارد. الان دیگر هر لباسی که بپوشیم امارت هم مثل امونا شد، دیگر ما را کار ندارد. تو از خدا میترسی از امارت؟ امارت جهنم ندارد، امارت بهشت ندارد. فقط الله است که تو را به جنت می اندازد. اگر الله از تو دفاع کند کل قدرت دنیا به تو ضرر رسانده نمیتواند. پس عزیز من، یه حدیث تکان دهنده است، فرأیت اکثر اهلها النساء، اکثر اهل جهنم را زنان دیدم. حدیثم حدیث مسلم است، کدام حدیث ضعیف هم نیست. پس بیاییم که به داد خواهران خود برسیم، مادران خود را متوجه باشیم، زنان خود را متوجه باشیم. به خدا مسئولیت است. این مسئولیت در روز قیامت از تک تک و فرد ما پرسیده می شود.